سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت هستید. ما یک خوشخبر داریم برای شما. طور همیشه میدانید مرکز خیرات به ترجمه و نشر جهانی مشغول است و کتاب تازه نشر ما از جان کیها با نام قدرت ذهن در عصر 21 نام دارد. ما این کتاب را در 14 گفتار در شکل آدیویی آماده کردیم و آن را در تلگرام کانال خیرات میگذاریم تا اینکه شما راحت بتوانید از این کتاب استفاده برید. من باوری کامل دارم که 14 گفتار، یعنی در 14 روز که ما همه روز یک گفتاری از این کتاب رو میگذاریم، چندان وقت زیادی شما رو نمیگیرد و من به این باورم که شما از وقت صرف نموده خود پشیمان نخواهید شد، زیرا این کتاب در برابر آن که درباره قدرت ذهن، درباره اندیشه انسان صحبت میکند، همچنین میتواند شما را به مثبت اندیشی، نیک بینی و نیک نظری راهنمایی کند. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بخواند.